مادران عزیز مهربان، بانوان عزیز، در پوشیدن لباس عصبانی نکنید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین زمین بیشتاسا کنید، با عفت باشید، پدر و مادراتان خسر و کشتاماناتان عزت و احترام کنید، فرزنداتان تربیت خوب نمایید. همین می شود حج، همین می شود کار ثواب. مدنیت لباس پوشیدن فراموش نکنید. ما تاجیکان ما می دیدیم پدر و مادرامون چگونه لباس پوشیده به خانه همسایه به چارابینی آن کس می رفت. همسایه ما می دیدیم که چگونه برای خبرگیری خویشاوندان به شهر و ناحیه‌های دیگر به مهمانی می رفتند، چگونه سر لباس سر و بدن را تازه آزاده کرده لباس‌های تازه می پوشیدند، لباس‌های نو می پوشیدند. حالی اکثریت از گرد و گوشه مملکت به پایتخت مملکت بیاد می باشد در پاش دانسی در سطر کدگی پا تا زانو را می باشد یا رقاص کرده ناخنا رنگ کدگی را چی بفهمیم؟ این شریعتی است یا اینکه دنیوی چی است؟ های یک طرفش قپین میخوای شی خانته خیلی تربیه کو فرزنداته. یکی شهر آمدی، شهر پایتخت مملکت سیمای ملت است. هم خارجی است هم دیگر است، میبیردن هم یک لباسی و خلاصه میبرار که این ملتی تاجیکش هم میبود است. نخواد همی خیلی پایتخت با لباسی میبخشد آخی کوچکی مرد زن فرقش نیست. پایتخت است. در این جاده کار باید کنیم. شکرانه کنید، شکرانه این وطن آزاد کنید. میخوایی حج میروی، خانه خدا زیارت میروی، میخوایی مسجد میروی، نماز میخوانی، روزه میگیری، خب چی میپرته؟ میخوای خون، میخوای مدرسه مرمت، اینم نه مدرسه حاضر زمان ساختم، لیکن سر و لباس ملی هم این بسیار. دشمن ها چکار میکنن؟ اول سر و لباس تا میگیرن، تقلید با بیگانه پرستی، بعد زبان تا میگیرن. حقیقتی دولت از بین میرود. قرآن مجید را دادن به زبان کلیدی، به زبان دولتی چاپ شده، خوانید، معنیش فهمید، زیاده روی نکنید.